سلام دوستان، امیدوارم هر کجا هستید حالتون خوب باشه، تنتون سالم و دلتون شاد. من دکتر کاشانیکیا هستم. امروز میخوام بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشور روسیه رو براتون معرفی کنم. فکر میکنید این فروشگاه اینترنتی چه فروشگاهی میتونه باشه؟ خود کشور روسیه که بزرگترین کشور دنیا به حساب میاد، در رتبه دوم کشور کانادا و مثلا از نظر جغرافیایی ما اگر کل قاره اروپا رو با کشوری مثل کانادا مقایسه کنیم با کشور روسیه، شاید به اندازه کل وسعت روسیه نباشه یا شاید برابر باشن. توی یه همچین محدوده وسیع جغرافیایی چه فروشگاهی میتونه فعال و مفید عمل بکنه و به عنوان بزرگترین فروشگاه اینترنتی شناخته بشه؟ شما چی فکر میکنید؟ بزرگترین که ما میگیم به عنوان یک اصطلاح تبلیغاتی، بهترین، برترین، اولین، آخرین، نه، به عنوان یک گزارش اقتصادی و فکت اقتصادی از مجله کامرسانت به عنوان فروش کالا در سال و گردش مالی سالیانه کمپانی، فکر میکنید چه فروشگاهی میتونه توی این وسعت جغرافیایی اکتیو باشه، فعال باشه و به عنوان بزرگترین شناخته بشه؟ تا به این موضوع فکر میکنید ویدیو ما رو لایک بکنید، یه قلب خوشگل زیر این ویدیو بگذارید، بریم با هم ببینیم این کمپانی چه فروشگاهی میتونه باشه. Скоро Новый год. Настроения новогоднего вообще нет. Подарки в каждый дом. Азон-зон-зон, азон-зон-зон, азон-зон-зон-зон-зон. Азон-зон-зон, азон-зон-зон, Новый год с Азон. Азон-зон-зон, азон-зон-зон, азон-зон-зон. У меня для тебя подарок. Настроение в каждой коробке. Готовьтесь к Новому году вместе с Озон. بله دوستان، فروشگاه اینترنتی اوزون. اما چرا این فروشگاه اینترنتی لقب بزرگترین و بهترین فروشگاه اینترنتی کشور روسیه را گرفته؟ به نقل از خبرگزاری کامرسانت، فروشگاه اینترنتی اوزون در سال 2019-2020 گردش مالی 144 میلیارد روبل در سال رو داشته که بیشترین گردش مالی یک فروشگاه اینترنتی در این سال بوده و در رتبه دوم فروشگاه اینترنتی وایلدبریز رقیب اصلی و سرسخت فروشگاه اوزون قرار داره با 96 میلیارد روبل گردش مالی. در سال 2020-2021 این رتبه تغییر کرده. فروشگاه وایلدبریز با گردش مالی 413 میلیارد روبل در سال بزرگترین فروشگاه اینترنتی روسیه در سال جدید و فروشگاه اینترنتی اوزون با 197 میلیارد روبل در سال رتبه دوم رو گرفته. البته بدون شک این رتبه باز تغییر پیدا میکنه، چون این دو فروشگاه چندین سال هست با هم رقابت دارن و رتبهشون مرتب از 1 به 2 تغییر میکنه. اما چه خدماتی این فروشگاه ارائه میده که به این صورت در اومده و بزرگترین فروشگاه اینترنتی روسیه شده، بیشترین فروش کالا رو داشته؟ خیلی ساده هست. فروشگاه اینترنتی خب در همه جای دنیا هست، ایده جدیدی نیست، ولی اینکه چطور یک فروشگاه رو نگه دارید و چطور خدمات ارائه بدید که خریداران کالا به مشتری‌های دائم شما تبدیل بشن، نیاز به ایده های جدید داره، نیاز به ایده پردازی داره و این دو فروشگاه از بهترین ایده ها استفاده کردن. فروشگاه اوزون یکی از خدمات بی‌نظیر و عالی که میده، همه چیز به صورت رایگان، کاملا رایگان دنبال میشه. یعنی شما یک کالایی رو سفارش میدید داخل سایت اینترنتی این فروشگاه یا داخل اپلیکیشن اوزون. اول براتون بگم معمولا قیمت کالاها در این دو فروشگاه اوزون و وایلدبریز از سایر فروشگاه‌های حتی فیزیکی که به صورت حضوری تشریف میبرید پایین‌تر هست. پس مبلغ کالاها، قیمت کالاها در این فروشگاه کمتر هست و میتونید فروشگاه‌های مختلف رو پیدا بکنید با مبلغ کمتر کالای مورد نظرتون تهیه کنید. مورد دوم، کلیه پروسه به صورت رایگان انجام میشه. خب با رشد وسیعی که این دوتا فروشگاه داشتن، هر جایی که محل زندگی، تحصیل یا کارتون باشه در چند صد متریش 3 تا 4 تا شعبه حضوری از این دوتا فروشگاه وجود داره و شما با مراجعه به شعبه حضوری فروشگاه کالایی رو که سفارش دادید بررسی میکنید، حتی اجازه دارید کالا رو باز بکنید. اگر کالا از نوع البسه است اجازه دارید در اتاقی که برای پروف آماده کردن امتحان بکنید و اگر نخواستید احتیاج به دلیل آوردن یا فرم پر کردن هیچ احتیاجی نیست. میتونید کنسل بکنید خرید و بررسی کالای شما به صورت کاملا رایگان خواهد بود.
خیلی از پیک ها که تا درب منزل کالا رو برای شما ارسال میکنن و میارن جزو تخفیفات این اپلیکیشن هست. خیلی از کالاها رو میتونید به صورت کاملا رایگان درب منزل دریافت بکنید و اونجا هم همینطور کالا رو بررسی میکنید، میتونید کنسل کنید و هیچ مبلغی پرداخت نمی کنید. کلیه این پروسه به صورت رایگان انجام میشه. این خدماتی که این دو فروشگاه میدن و کلیه پروسه رو به صورت رایگان دنبال میکنن نقطه قدرت این دو فروشگاه بوده و باعث شده این دو فروشگاه رشد بیشتری داشته باشن، تعداد سفارشاتون بیشتر باشه و بتونن به این صورت خدمات دهی بکنن در کشور روسیه. بریم دوستان داخل فروشگاه رو هم با هم ببینیم، قسمت‌های مختلف فروشگاه رو، و بعد من نحوه انتخاب کالا، سفارش کالا در اپلیکیشن یا در سایت رو بهتون آموزش میدم. احتیاج به پرداخت نیست، همونطوری که گفتیم موقعی که شما کالا رو دریافت میکنید میتونید پرداخت کنید و همچنین اگر بعد از دریافت کالا هر دلیلی داشته باشید که کالا رو نخواید، تا چند روز، 6 روز، 7 روز میتونید برگردونید کالا رو به همون شعبه‌ای که دریافت کردید و پول شما رو به سرعت باز میگردونن. بریم داخل فروشگاه رو با هم ببینیم. Выбирайте свой хит на Озон. Скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды и обуви, а еще бесплатная доставка курьером или в пункты выдачи заказов. Озон, зон, зон. بله دوستان، داخل شعبه فروشگاه اینترنتی اوزون هستیم. ببینید خیلیاتون در مورد بیزنس در کشور روسیه سوال میپرسیدید. بیزنس که فقط صادرات کالا به کشور روسیه یا کشورهای خارجی نیست. هر نوع سرمایه گذاری که به شما سود بده و سوددهی بالا داشته باشه بیزنس به حساب میاد. بهترین سرمایه گذاری همین فروشگاه اوزون. یک مساحتی به عنوان شعبه حضوری مثلا از 30 متر مربع به بالا شما میتونید به عنوان شعبه فروشگاه اینترنتی فعالیت داشته باشید. 30 متر مربع به بالا مساحتی که نیاز داره. یک قسمتی از فروشگاه همونطور که میبینید اختصاص داره به اتاق پرو، یک قسمت اختصاص داره به انبار فروشگاه و یک قسمت هم میز اینفورمیشن دسک یا همون میزی هستش که مرسولات شما رو شماره کدی که دارید نشون میدید و مرسولاتتون رو دریافت میکنید. این نوع بیزینس هم فرانچیزش رو تهیه میکنید، حق اشتراکش رو تهیه میکنید در سال و افتتاح یه همچین فروشگاهی هم سودآور هست، یک بیزینس مفید و خالص هست و در ماه در حدود 120,000 روبل به بالا میتونه براتون سوددهی داشته باشه، بستگی به مساحت اون شعبه، تعداد پرسنل، تعداد مرسولات و سفارشات خواهد داشت. اما برگردیم به مبحث اصلی. این فروشگاه اینترنتی کلیه کالاها رو داره. خیلی ها محصل هستن، تحصیل میکنن، بیزنسمن هستن، وقت ندارن، میخوان در وقت صرفه جویی کنن و میخوان کمترین قیمت رو هم در مورد کالاهاشون انتخاب بکنن، سفارش بدن. داخل این فروشگاه میتونید کمترین قیمت رو پیدا بکنید. کلیه پروسه هم به صورت رایگان دنبال میشه و شعبه های فیزیکی این فروشگاه 100% در نزدیکی شما در چند صد متریتون هستن. وقتی که تحصیلتون تموم شد، بعد از کلاستون، وقتی که ساعت کاریتون تمام شد، در مسیرتون 100 متر پیاده تا شعبه حضوری تشریف میبرید، کالا رو بررسی میکنید و اگر نخواستید خیلی ساده کنسلش میکنید و هیچ پرداختی رو انجام نمیدید. بهترین راه سفارش کالا در کشور روسیه. بریم قسمت‌های مختلف این فروشگاه رو با هم ببینیم. اتاق رختکن، اتاق پرو، انبار و قسمت‌های مختلف دیگر.
معمولا به فروشگاه که وارد میشید میز پرسنلی که دریافت کننده کد کالا هستن روبروی شما هست. این میز پرسنل فروشگاه هست، شعبه حضوری فروشگاه اینترنتی اوزون هست. کالای مورد نظرتون رو کد راهگیریش رو یا اون QR کدی که داره به اون پرسنل فروشگاه ارائه میدید، کدش رو اسکن میکنن و به شما خبر میدن که آیا کالاتون رسیده یا نه. SMS البته SMS و پیامک براتون میاد وقتی که کالاتون به محل مورد نظر برسه. این اتاق پروف هست. لباسی اگه خریداری میکنید میتونید بسته بندیش رو باز بکنید، این قسمت لباس رو پروف بکنید ببینید اوکی هست، مدلش رو میپسندید، اگر نه کنسل بکنید و بررسی به صورت کاملا رایگان هست. این هم میز دریافت کالا هست. کالایی که دریافت کردید میتونید روی این میز بگذارید بررسیش بکنید. وسایل هم گذاشتن، تیغ هست، قیچی هست، میتونید بسته بندی رو باز بکنید بررسی بکنید، هیچ ایرادی نداره. کل پروسه به صورت رایگان هست. این هم همون میز پرسنل دریافت کننده کد هست که بررسی میکنن و کالا رو به شما تحویل میدن. وسایل کارشون هست که روی میز قرار دادن. ببینید تمام کالاها از همه مجموعه ها رو میتونید از این فروشگاه اینترنتی سفارش بدید. هم انبار فروشگاه هست، کالاهایی که خریدارها سفارش دادن این قسمت روی طبقه بندی ها گذاشته شده، کد مجزا برای خودشون دارن و میتونن به راحتی اینجا پیداشون کنن. از این فروشگاه همه نوع محصولی میتونید سفارش بدید، مواد غذایی، لوازم اتومبیل، مواد ساختمانی، هر چیزی که فکرش رو بکنید داخل این فروشگاه پیدا میکنید. Настоящий рок-изобилие в Черную пятницу на Озон. С 26 по 28 ноября для фанатов скидок. Покупайте с выгодой до 80% с бесплатной доставкой на Озон. اما روش سفارش یا خرید کالا از سایت و اپلیکیشن اوزون، سرچ باکس که اون بالا وجود داره اسم کالای مورد نظرتون رو می‌نویسید. به عنوان مثال ما تلفن همراه آیفون 13 رو نوشتیم. داخل این لیست فروشگاه‌های مختلفی که عرضه کننده کالای مورد نظر شماست رو نشون میده. مدل‌های مختلف اون کالا اینجا مثلا آیفون 13 128 گیگابایت مینی رو ما انتخاب کردیم چون قیمتش تخفیف خورده. سمت راست دو تا گزینه داره، گزینه بنفش رنگ که ارسال بسیار فوری هست، خب اون رایگان نیست. ارسال آبی رنگ ارسال معمولی هست که معمولا 2-3 روز طول میکشه، معمولا رایگان هست. قسمت اودزیوی ستاره ها نشون میده که 4.5 از 5 امتیاز نظرسنجی خریدارها هست، یعنی فوق العاده خوب بوده، نظرسنجی خوب بوده. فروشگاه خوبی از زیر اون کالا ویدیوهایی وجود داره، ویدیوهای خریدارها هست، نشون میدن کالایی که خریدن رو، توضیحاتشون رو میدن. ویدیوهای فروشگاهی، ویدیوهای خریدارها هست. روی ارسال معمولی کورزینو به معنای اینکه اضافه بشه به سبد خرید کلیک میکنید، اون بالا میبینید گزینه‌هایی که هست، حساب کاربریتون هست، سبد خرید هست. روی سبد خرید که کلیک بکنید گزینه‌ای که اضافه کردید به سبد خرید نشون داده میشه. میریم ادامه میدیم، روی اون گزینه سبز رنگ میزنیم تا ادامه پیدا کنه خرید. گزینه اول که از بالا نشون داده میشه اسپاسوب آپلاتی به معنای روش پرداخت هست. اگه کارتون رو قبلا ذخیره کردید که نشون داده میشه، یا اینکه اطلاعات کارت بانکیتون رو این قسمت وارد میکنید تا دفعات بعد مثل کارت بانکی من ذخیره میشه. گزینه دوم اسپاسو پالوچینیا به معنای روش دریافتتون رو انتخاب میکنید. پونکت ویداچی به معنای یکی از شعبه‌های حضوری فروشگاه اوزون در شهر محل زندگیتون. ببینید اونجایی که ما گفتیم نزدیکی محل زندگی یا کارتون 4 تا 5 تا شعبه حضوری فروشگاه اوزون موجود هست، بیمورد نبود. اینجا ما به عنوان مثال میتونیم قسمت سرچ اسم مترو رو بنویسیم، مترو مثلا بلایوا. ببینید 4 تا شعبه حضوری در محل‌های مختلف، شمال ایستگاه، جنوب ایستگاه، سمت شرق، سمت غرب، در نزدیکی 50 متری 100 متریش وجود داره. هر جایی که شما زندگی میکنید معمولا 4 تا 5 تا شعبه حضوری این فروشگاه وجود داره. الان مترو پراسپکت میرا هم میتونیم ما بنویسیم. اینجا هم ببینید 4 تا 5 تا شعبه حضوری این فروشگاه وجود داره. یا از سمت راستش داستافکا کوریرم انتخاب میکنید برای اینکه کوریر یا پیک در به منزل محصول رو به شما تحویل بده.
معمولا رایگان هست، بعضی از کالاها ارسالشون رایگان نیست. این نوع محصول، این نوع کالا تلفن همراه رایگان هست ارسالش در به منزل. دیگه از اون قسمت بالای منو یه قسمتی داره به معنای لیست مورد علاقه من که روی اون که کلیک بکنید یک علامت آیکون قلب هست روی هر کالایی که شما دوست دارید ولی الان تصمیم ندارید خریدتون رو انجام بدید. کلیک میکنید به این لیست علاقه‌مندی اضافه میشه. الان مثلا داخل این لیست من تلفن همراهی هست که الان اضافه کردم، کارتریج پرینتر، روغن فیلتر روغن اتومبیل، ضد همه نوع کالایی داخل این فروشگاه اینترنتی میتونید پیدا بکنید. این نحوه سفارش کالا از فروشگاه اینترنتی اوزون بود. امیدوارم از این پست لذت برده باشید. کانال ما رو در تلگرام، یوتیوب و آپارات دنبال بکنید. پست های بیشتری مربوط به معرفی فروشگاه براتون خواهیم گذاشت.